وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که 28-29 ایون سفر رسمی پرزیدنت جمهوری قرقیزستان صادر جباروف به جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. این وزارت از خبرنگارانی که می‌خواهند جریان این سفر را برای رسانه‌ها پیگیری کنند خواسته است که خود را رسما اکریدیتاسیون کنند. تفصیلات دیگر درباره سفر صادر جباروف و برنامه ملاقات‌های او نشر نشده است. این نخستین دیدار روبروی پرزیدنت‌های تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادر جباروف بعد از مناقشه خونین 2 ماه پیش در مرز ولایت سوغدبادکند است که از هر دو طرف بیش از 50 کشته و حدود 240 زخمی به جا گذاشت. تفاوق در مورد سفر صادر جباروف به دوشنبه روز 30 اپریل در جریان نخستین گفتگوی تلفنی امامعلی رحمان با همتای قرقیزش بعد از مناقشه خونین در مرز اسفره و نویه باباجان غفوروف با نویه بادکند و لیلک قرقیزستان به دست آمده بود. کامیل علیجانوف سخنگوی سابق پرزیدنت ازبکستان اون وقت نوشت که این گفتگوی تلفنی با میانروی شفقت میرزیویف صورت گرفته است. منابع آگاه در دوشنبه نیز میگویند امامعلی رحمان شدیداً مخالف گفتگوی حتی تلفنی با صادر جباروف بود و میرزیویف خیلی تلاش کرد تا او را به ضرورت این تماس تلفنی متقاعد کند. طبق تفاوقی که در آن گفتگوی تلفنی به دست آمد، هیئت‌های دو جانب در کمیسیه تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان از 1 می به مذاکرات مسائل مرزی شروع می‌کنند و جباروف الکی در نیمه دوم ماه می به دوشنبه آمده با همتای تاجیکش تفاوقات در جریان مذاکرات مرزی حاصل شده را نهایی خواهند کرد. اما به دلیل هنوز ناروشن این سفر تا پایان ماه ایون به تأخیر افتاد. در این بین در اول ماه ایون در مرز نویه لخش با ولایت اوش قرقیزستان نیز مناقشه جدی به وجود آمد که خوشبختانه بدون قربانی و توسط مذاکرات حل و فصل شد. با گذشت قریب 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر طول مرز تاجیکستان با قرقیزستان تا امروز 504 کیلومترش حررت تعیین و علامتگذاری شده است. در منطقه های بحثی هر سر چند وقت بر اثر تقسیم آب، زمین، عبور غیر قانونی مرز و اختلافات قومی مناقشه ها رخ می‌دهند. خونین‌ترین مناقشه در مرز این دو کشور در پایان ماه اپریل سال 2021 رخ داد که در آن از جانب قرقیزستان 36 نفر کشته شده، 154 نفر دیگر جراحت برداشتند. تاجیکستان از کشته شدن 19 شهروندش و جراحت برداشتن 87 نفر خبر داد. هر دو جانب یکدیگر را در سر زدن مناقشه اخیر عیبدار می‌کنند.